چی؟ خسته شدی؟ اما تو که اینقدر نازنازی نبودی، تازه سر شبه. چی؟ 5 صبح؟ خب باشه، تازه حرفامون گل افتاده. یادت رفته من و تو یه دفعه 24 ساعت یه نفس با هم تلفنی حرف زدیم؟ اما گوشم کرد شد. این صدا پالاسی چی بود؟ الو فخری جون، فخری. الو چرا جواب نمیدی؟ اما فخری جون چه صدا دیطوری شد؟ من فهمه نیستم خانم، از صدا مشخص نیست؟ مردشون ببردت با اون صدا. تو از کجا پیدا شد؟ فخری رو چی کاریش کردی؟ خانم ما ارتباط تلفنی شما رو قطع کردیم. وا مرض داری؟ نه خیر، عرض دارم. عرض داری؟ خب برو بانک مرکزی تبدیلش کن. چیکار به تلفن من فخری جون داری؟ برو سر چالاش تا خانم ما مجبور شدیم تلفن شما رو قطع کنیم. وا پولشو من میدم به شما فشار بیاد. نه جان، زهر ما رو نره جان. ببخشید میگم که تو چیزه خانم. باوری امرتون رو بفرمایید. بابا ما الان 3 روزه که میخوایم با شما تماس بگیریم اما موفق نمیشیم. تو یه روز دارید با تلفن همراهتون صحبت میکنید. ماشاءالله به این فک. خور بشه هر کی نمیتونه ببینه. تلفن خودمه، فکم مال خودمه. خدا این فک برای شرکت ما نگه داره. شما چیکار به فک من داری؟ بابا من از شرکت مخابراتی همیشه همراه با شما تماس میگیریم. شما برنده خوشبخت شرکت ما هستی. بله شما برنده یک هواپیمای 2 نفره شده. جون فخری راست میگی؟ به جان فخری راست میگی. ولی من که تو شرکت شما حساب پسنداز ندارم که برنده شد باشم که. دوشیزه خانم شما به خاطر پرچونگیتون برنده شده. یعنی که ببخشید به خاطر زمان زیاد مکالمه تلفنیتون برنده شده. ببینم یعنی هر کی زیاد حرف بزنه شما بهش جایزه میدی؟ بله ولی شما چون رکورد زده شکست داغان کردی جایزه میشه شرکت ما را که هواپیمای 2 نفره است برنده شدی. گفتین هواپیماش 2 نفره؟ بله یعنی که منظور از هواپیمای 2 نفره یعنی داخل هواپیما یه سرنشین میتونه بشینه به اضافه خلبان. وای یعنی خلبانم بردم. خلبانه؟ نه خلبانشی نه ولی آموزش خلبانه به طور رایگان به شما داده میشه. آقا الان بیام واسه آموزه؟ این وقت شب؟ آره ببین هواپیمامو خوب جای پارک کردی؟ یه وقت ندوست داره. نه بابا خیالت راحت باش فردا شب مراسم اهدای جوایز برگزار میشه. شما میتونه تشریف بیارید جایزه رو تحویل بدید. فقط تلفن مرجع هر چی دوست داری اشکال نداره که بتونیم با شما تماس بگیریم. ببین که کار خیلی سختیه ولی آخه من به تلفن معتادم. خدا احتیاط شما رو بیشتر بخونه. شما و امثال شما سرمایه شرکت ما هستید. مرسی. با شما تماس بگیریم. باشه منتظرم. بای. سروران تشویق بفرمایید. من یه بار دیگه به برندگان خوشبختمون تبریک میگم. خواهش میکنم یک بار دیگه تشویق بدون سود بفرمایید. ما اینجا با برندگان زیادی روبرو هستیم، برندگانی که با پرچونگی خود توانستن جوایز ارزنده‌ای به خودشون اختصاص بدن. خب قبل از همه ما با برنده خوشبخت هواپیمای 2 نفره آشنا میشیم. میشه شما خودتون رو معرفی کنید؟ بله من بلو خانومم اهل تهران مجرد. مجرد میشه بفرمایید از اینکه برنده یک هواپیمای 2 نفره شدید چه احساسی دارید؟ احساس پرواز. چه شاعرانه. دوست نداشتید به جای این هواپیمای 2 نفره هواپیمای جمبو جت یا بوئینگ یا فانتوم میبردید؟ نه همین 2 نفره خوبی.
مبارکتون باشه. حالا شما با این هواپیما میخواید چی کار کنید؟ هیچی، کنار خیابون جلو مجتمع مسکونی بود پارکش میکنم. شوخی میکنید؟ من چه شوخی دارم با تو بکنم؟ عصبانی میشی. آخه کنار خیابون که نمیشه هواپیما پارک کرد. میگی چی کار کنم؟ کجا پارکش بکنم؟ بلکه پارکینگ ندارم. هواپیمارم که نمیشم ببرم تو آپارتمانم. کل آپارتمانم 20 مترم نمیشه. میگی بذارم روسرم هر کنم. والا چه عرض کنم؟ نمیخواه عرض بکنی. هواپیما رو دادین جاش هم میگی. بله آقا، حالا اجازه بدید با برنده بعدی یک گپ و گفتی داشته باشید. میشه شما بفرمایید خودتون معرفی کنید؟ یالا من ناصرم، فرزند یاسرم، اهل رودسرم. با تشکر از برنامه خوبتان. شما برنده یک ویلا در جزیره کیش شدید. میشه بفرمایید چه احساسی دارید؟ بفرمایید. از خوشحالی دارم میترکم. نه ترک، اینجا رو تازه تمیز کردی. چشم. با تشکر از برنامه خوبتان. شما ذاتن آدم کم حرفی هستید یا حرف پرچونید آقا؟ من ذاتن آدم کم حرفی هستم. ولی شما بعد از این ملوک خانم 20 متری بیشترین تماس تلفنی رو داشتید، برای همین برنده مسابقه ما شدید. چطور میگید کم حرفی؟ والا قبض موبایل من همیشه کم میامد آقای مجری، تا اینکه یه اس از شرکت شما برام آمد. چه آمد؟ نوشته بود که اگر میخواید تو مسابقه ما شرکت کنین باید صورت ثبتم بالای 6000 تومان بشه. بعدش یه اس دیگر آمد. برو آقا. برم نوشته بود به ازای هر 6000 تومان تماس تلفنی یک امتیاز داده میشه. منم تصمیم گرفتم که امتیازاتمو ببرم بالا. منم برای اینکه امتیازاتمو ببرم بالا با تمام کسایی که آقای مجری سالیان سال باشن قهر بودم تماس تلفنی گرفتم، با همشون آشتی کردم. بس دیگه برو. ادامه بدم. بعدش بازم واسه این که امتیازاتم بالاتر بره با تمام فک و فامیل و دوست آشنا دوباره تماس تلفنی گرفتم. یه بهانه تراشیدم و دوباره با همشون قهر کردم. بعدش خلاصه برای بالا بردن بازم امتیازاتم فک و فامیلی نبود که تا حالا 10 بار با هاشان آشتی قهر نکرده باشم. خب بعدش بگم بازم. برو دیگه خوب شد گفتین. دیگه کار به جای رسید که کسی جواب تلفنمو نمیداد. آقای مجری تا میدیدم منم چیکار میکردن؟ قطع میکردن. دیدم برای بالا بردن امتیازاتم چاری ندارم جزی که بیفتم تو خط همین مزاحمت چیز تلفنی. بعدش به دلیل تماسهای تلفنی زیاد برنده مسابقه شما شدم. بسیار عالی، بسیار عالی. بله واقعا شما و امثال شما سرمایه های شرکت مایی. خواهش میکنم این دو برنده عزیز ما رو تشویق بفرمایید. تشکر میکنم. آقای مجری صدای من یک عرضی داشتم. بگو. میدانی من همیشه راستیتش آرزو داشتم که خلبان بشم، درست؟ ولی خب این هواپیمای 2 نفری که نصیبم نشد. بعد ویلای جزیره کیش قسمتم شد. خوب. حالا میخواستم اگه میشه در حضور شما از همین ملوک خانوم بفرمایید. خواهش میکنم خوب هستی خواستگاری کنم. بله اینجوری هم ملوک خانوم یه جایی برای پارک هواپیماشون پیدا میکنن، هم من به آرزوم که خلبانیه میرسم. والا ما که خوشحال میشیم سرمایه های ما یکی بشن. باید ببینیم ملوک خانوم چی میگن. ملوک خانوم با اجازه بزرگترهای مجلس شرکت مخابراتی همیشه همراه